الان نه وقتی که ما ایران اینجا گذاشتم ایران روشن اطرافش روشن بکنه ولی بیخ چراغ تاریکه. این چه مسئله هست؟ اگر من اینجا بخشی درجه یکم باشن چون پهلی اینها هستم به چشمشان اونطوری نمیاد. مثلا ممکنه که در فرانسه از تهران زیاد ما را بشناسن، در تهران از قوشان ما را زیاد میشناسن، در ده ما اونطوری که ما را میشناسن نمیشناسن، چون پهلی اینا من بزرگ شدم، در بچگی با اینا بودم. به این مثل میگن بیخ چراغ تاریکه.